گمشو در خونه مادرم هست، خواهرم هست، همسرم میبیاد ساعت 11-12 شب در دورخونه دادرش کار میکنه. اگر ما رو قدر کنید، احترام کنید، دوست دارید، من هم شما رو قدر میکنم، احترام میکنم، دوست میدارم. وقتی آماده که اثبات کنید که ما همدیگر رو قدر میکنیم یا نه، از این خاطر من به شما توصیه میکنم که همین اکای امید رو برای گذشتن از گرانیسا دستگیری نمایید، زیرا همین اکا سبب میشه که کاری ما نیز پیش میرود. از این خاطر از شما خواهش میکنم همچون برادروار اقلا همین اکا بنویسید و مسئله از سرحد گذشتنی خود رو حل کنید. من امیدوارم که شما ما رو دستگیری میکنید، ما امکانیت پیدا میکنیم که برای شما بهترین فیلم های کوتاه و فیلم دیوتی رو زودتر پیشنهادتان کنیم. سلام علیکم برادران عزیز، به هر گوشه کنار دنیا سفر کرده میخواهید، من به شما توصیه میدم که از همین اویا کمپانیا بلیت خریداری سازید. شما ببینید که یگان خطاگی، نورساگی، کمبودی اگر مشاهده شد، در حال ما همکاری رو قطع میسازیم. رقم های در زیر گذاشته شده همه روزه در خدمت شما هستند. او جمشید، من در همین ایستگاه تو رو منتظر بودم. ها خیلی در همه کارتن پرتو خودت سرگردان نشو. مالی خوب، مالی. این در نیمه شب این دختری بیچاره در اینجا چی میکرده باشد؟ به هر حال یک بار رفته میپرسم، وظیفه انسانگری خودم رو اجرا میسازم. شاید یگان مشکلات دارد، اگر از دستم بیاد کمک میکنم. خواهر عزیز، من با کاری خود در همینجا مشغول بودم، دیدم در اینجا شیشته شاید یگان مشکلی داری، یگان کمبودی داری، با طور ضرورت کمک کردن توانم. اکا جان، ما از ده به شهر می اومدیم، در راه ماشینمون ویران شد، باید ما با بیمارخانه می رفتیم. تلفنم را دزدیدن، نمیدونم در کجا روم. در این شهر یگان خویش تبار، یگان شناس نداری؟ هیچ کس رو نمیشناسم. خیر این طور باشد خواهر عزیز، به خانه من می رویم. وظیفه هر یک مردی هست که زن رو در راه دستگیری سازد، کمک سازد. از این خاطر در خانه مادرم هست، خواهرم هست، همسرم هست. شب رو در آنجا صبح میکنی، پگاه من گم میزنم خواهرم رو، تو رو به بیمارخانه میبرد، نشان میدهد، باز میتوانی از پس کاری خودت باشی. شما رو نمیشناسم، چخیل باور کنم؟ باوری بین من و تو وجود داشتنی مادرم در خانه. من هم زن دارم، فرزند دارم، خواهر دارم، مادر دارم. من هم میترسم، من دروغگو نیستم، من مرد خدا ترسم. تو میدونی اگر در این شهر بیرون مونی با تو چی حادثه ها رخ میدهد؟ در این شهر هر گروه آدم ها زندگی میکنند. از این خاطر با گپی من روزی شب خواهر جان، تا صبح در خانه ما میمونی، بعد از آن میروی. خب مادامی که
شما در خونه‌تون مادرتون و همسرتون و خواهرتون هست میلش مروزی رفتم خواهر جون بهت خوب. дар назарам ҳеҷ касро намешиносад. фурсати муносибро аз даст додан дар кор нест. то саҳар дар хонаем. ای دختر بناز زیق نشو. من دیدم که تو در ایستگاه در این نیمه شب تنها موندی، جای میرفتگی نداری. به این خاطر تو رو گرفتم آمدم. در خونه مادرم هست، خواهرم هست، همسرم میبیاد ساعت 11-12 شب در داروخانه دادرش کار میکند، دادرش گرفته میبیارد. از این خاطر تو در این خونه تنها نیستی. من هم گفتم یک کاری خیر کنم. ما هم از خدا میترسیم. ما هم زن و فرزند داریم، خواهر و مادر داریم. از این خاطر دلت رو پر گیر. مایلی فهمیدم اکا. اگر مادر و همسرتون باشد میلش مروزی. تمام تمام میرویم میرویم. میلش آخر تو چی میدانی که من در دل چی نقشه دارم؟ من میدانم امشب با تو چی کار کنم. باز در راه مرا سوال میتید که از شهر بیرون شدیم. بله از شهر بیرون میشویم. اینجا خانه خود ما هست. امشب مادرم اینو همه خانه ده اومدن. آخر این بالا از شهر هست. خانه همسایه همجا اومدگی هستن. تو ناف با دستی گرگ زدی. باز بوده رو میبینیم دوامش رو. اوه انا همینجا خونه ما هست. خونگی ها این در محکم کن. اکا شما گفتین در خونه مادرم هست، همسرم هست. این همین همسایه معرکه دارن. با فکرم همین خونه همسایه رفتگی هستن. حوز میبیوین دلت رو دور نگیر. خیر من یک آدم درست. رفتیم. بیا بگذارم. حوز من سویت اگه میکنم. حوزیر من سویت رو میکنم. اینا اولی جناب کن. مرحمت 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 بذار. در اینجا 4-5 خونه هست. همین یک تاش رو به اختیار تو میگذاریم. تا صبح در همین جا با راحت خواب کن. مایلش الان خونه در اومده با حضور در اومده خواب کن. پگاه من با بیمارخانه با جای لازمه تو رو بردم میرسونم. در کار باشد داروها رو نیز میخرم. دخترای شنوس هستم میگم که طبابت کنن. فهمیدی؟ میلش مرحمت.
تو امشب اول خودم تبوبت میکنم، لذت میبرم. در این شهری کلان تو از کجا میدونی من تو رو کجا آوردم؟ من کی هستم؟ چی هستم؟ صبحگاه میبرمت در یک کوچه میپرتویم. توکلت بر خدا. حاضریست تو با جای پول، با جای گل، با جای بیمارخانه غم و اندوه رو صاحب میشوی؟ این مرد کی بود؟ ما رو به کجا آورد؟ از هفتش مردی خوب میتوبد. چی رو استفاده ببرم؟ چوچه تیار، چوچه تیار. خوشوش رو بین. چی در اومده چی کن؟ فقطی با فکرم روزی نمی شود. چی رو استفاده برم؟ خدا را شکر که در این شهر کلان مردای خدا ترسم بوده است. یعنی من به کجا می رفتم؟ در این نیست پیشبی. خیلی یک روحی دیگر های استفاده میکنم. السلام علیکم. کجا آمده؟ اوه ششتی زیگ نشده ششتی. زنگ زدم حضور مادرم همراه خواهرم میآیند. در خانه همسایه بودند. همسرم بدتر میآید. دلت یگان چی نمیکشد؟ چای بیارم؟ قهوه بیارم؟ یا یگان نمودی نوشوکی؟ اگر اکاجان امکانیت باشد از همون آبی عادی می آوردید. با جون و دل، با جون و دل حضور میآورم خواهر جان. رنگی خانه خودتون بی یگان تشویش، بی یگان غمگینی با حضور راحت کرده شوید. حضور ما آبتون گرفته میگویم خواهر جان. این دنیا همین است. دست یک کس رو میگیری که فردا دستت رو گیرن. شما شنید حضور من میگویم. آبی عادی دختری خولا می نوشد آبی عادی را میبرم برای شما. البته این آب را شفایابی شفایابی. اینا آبی عادی کمتر خنک است. اوش شود. رحمتی کلان. اوش شود. اوش شود. حضور من میگویم. حضور من میگویم. شما با حضور.
مشغول شده ایستاد پس اوه. ای 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 کارجوی در کاریش به آمده رسید. تو 3 ساعت از خواب بیدار نمیشوی. صبح بیدار میشوی. صبح حوزیر من سر و حسابی تو رو میرم. 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 حوزیر 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 تمی پولی پرنسیسا با بردویم. نامرد من تو رو حکمه گفتم تو خدا خواهر نداشتی چرا این کارو کردی چرا بیهودا طرف من هر گپ نزن. هر کار رو از اول فکر میکردی. این عیب تو است، عیب من نیست. اگر که تو نمیخواستی این کار نمیشد. همش از روی خواهش تو است. من با پدر مادرم چی جواب میگویم به وجدان تو شکر کن که من از اون مردکوی حق خدمت رو میدودگی نیستم. با زنده باشیم پیش از شوهر کنیت گپ زن یاردم میکنیم. مرا گوش کن. مرا گوش کن. تو شکر کن که همه خیل جوانی زیبا و خوشرو با تو در شب اول خفت و خیز کرد. الان این پول ها رو حق خدمتت گیرو
گم شو.